وکیلان مجلس نمایندگان یک سند مهمی را اصلاح کردند که اجازه نمی‌دهد از این بعد در تاجیکستان مثلا یک پسر عمه با دختر خاله‌اش ازدواج کند. در نشست پالاتای پایانی پارلمان روز 13 ینور وکیلان مردمی طرح اصلاحات به کودکس اویلا را تصویب کردند که بر اساس آن نکاح خویش و تباری در تاجیکستان ممنوع است و پیش از ازدواج هر جفت باید از معاینه طبی حتمی بگذرد. نصرت الله سلیم زاده وزیر تندرستی ضمن معرفی طرح گفت نکاح‌های خویش و تباری در تاجیکستان افزایش یافته است و همین گونه تعداد کودکان معیوب مادرزاد از حساب این جفت‌ها بیشتر شدند. با حالت 1 ینور سال 2016 شماره‌های کودکان معیوب با 25328 نفر یا 0.8% عمومی کودکان سنی تا 18 ساله را تشکیل می‌دهد. طبق تحلیل‌های متخصصان ساحه معلوم گشت که در 35% حالت‌ها سبب تولد کودکان معیوب نکاح خویشتباری نزدیک می‌باشد. در صورت تصویب کودکس نوی اویلا در تاجیکستان خاله دختر و خاله پسر و یا دختر عمه با پسر تقا ازدواج کرده نمی توانند. علاوه بر این هر دختر و پسر قبل از ازدواج باید سند طبیبان را داشته باشد که معاینه طبی را گذشتند و نتیجه نشان می‌دهد که احتمال تولد فرزند ناقص از این جفت بسیار کم است. در صورت نداشتن سند مقامات به عقد رسمی نکاح اجازه نمی‌دهند. روحانیان تاجیک میگویند ممنوع کردن نکاح‌های خویش و تباری که قانون‌های شریعت اجازه داده است مخالف ارزش‌های مذهبی مردم مسلمان کشور است. بعضی از ساکنان کار پارلمان را درست می‌شمارند، بعضی دیگر برعکس. و فکر من که کار درست را انجام دادم، برای که اگر نکاح خویش تباری باشد اویلا که ویران شد خویش تباری هم کنده می شود. از دیگر جهتش باشد خونم بسیارش یک آمده است. برای همین کودک ها ناسالم تولد می شود. این ولی مثال در زندگی هر چی باید میشه. ممکنه که جنجال شد در بین خویش تباری کنده میشه، رفت آمد نیست میشه. هم در طرف مدیسین هم گیرم ممکن نیست خویش تباری. قانون قبول کرد دایر با نکاح بین خویش تباری من ضد هستم. برای چی؟ برای اینکه من میخوام که خویش تباری خود را بگم که مادرم را خوب نگاه کند. بسیار نکاح‌های خویش و تباری در جامعه تاجیکستان تاریخ دیرینه دارد و چنین ازدواج‌ها در شمال کشور زیاد به نظر می‌رسند. با وجود آنکه در دوره شوروی تلقین می‌شد حاصل ازدواج نزدیکان کودکان معیوب است، ولی این ظهورات به خصوص در بین مردم روستاها رایج ماند.